از آن روزی که در عالم هستی پیدا شده است، از آن روزی که در این دنیا حیات پیدا شده است، البته ما از همون روزها، از همون لحظه ها خوب میدونیم که در این جریان ها سهم زن مادر خیلی بسیار است. زیرا مادر تربیتگر است، زیرا مادر سرچشمه حیات است، زیرا مادر گروی آینده درخشان هر یک فرزندان می باشد و شخصی که خودش را حرمت می کند، هر مردی که امروز خودش را مرد می داند باید پیش مادر خود سرفرو دارد. و البته در سالهای آخر باز یک چیز را علاوه تاکید باید کرد که بی‌واسطه با مثلا تشبث و بی‌واسطه با سیاست خردمندانه پرزیدنت محترم شوکت میرزیویف نسبت حقوقهای زن دخترها، نسبت بلند برداشتن موقع مادر، بلند برداشتن موقع زنها چاره‌بینی های مخصوص دیده شده ایستاده است. هر سحر بوسیده از چشمان لب، بر گلی امید خود میداد آب، یاد می آورد گویا آن زمان وعده خوشروزی های آفتاب. تا که دیگر روز بیند مادرم، کودکش پیروز بیند مادرم. با فرارسی بهار البته هر یکی ما و شما میدونیم که روزی بانوان در سراسر مملکت ما خیلی کلان جشن گرفته می شود. از فرصت استفاده برده تمام مادران و بانوان را به مناسبت ایدشان از ته دل تبریک و تهنیت ها میگویم. میخوایم که همیشه صحتمند و سلامت باشند، صاحب بخت و سعادت باشند و برای پیشرفت ترقیات وطن و خلقمان، برای باز هم مستحکم نمودن عائله و همچون چراغ نورافشان خاندان شدن صاحب بخت و سعادت شند، همیشه صحتمند و سلامت باشند. عید مبارک مادران و بانوان عزیز.